معمولا بر اثر عادتی که در تعلیم پیدا کرده ایم، در هر موردی ولو لزوم قطعی نداشته باشد از بحث الفاظ آغاز سخن میکنیم و البته این رو بر ما خواهید بخشید، چون عادت هست صرف نظر نمی شود کرد یا بسیار دشوار می شود کنار گذاشت و شاید هم چندان مضر نباشد. وقتی می گوییم عالم انسانی محتاج استفاده از نفسات روح القدس است، در اینجا دو لفظ هست که قبلا باید روشن بشه و اون دو لفظ یکی نفسات است و یکی روح القدس است. نفسات جمع نفس است، نفس با سای مثلثه. نفس معمولاً به هر چیزی گفته می شود که از سینه بیرون آید، هر دمی که می دمیم، هر آهی که می کشیم، حتی هر اون چه از سینه بیرون می دهیم می توان به اون عنوان نفس اطلاق کرد و می دانیم که در بین کتاب های ادبی زبان فارسی کتابی هم به نام نفست المصدور داریم که مصدورش از صدر مشتق است که معنی سینه دارد. به هر صورت نفسات یعنی دمیدنها، یعنی از سینه بیرون دادنها. مناسبتی که این کلمه با روح دارد معلوم است، چون بر حسب سابقه تاریخی استعمال کلمه روح معلوم است که کلمه روح با دمیدن همیشه مناسبتی داشته. روح را میدمند، در زبان فارسی میگوییم و نفخت فیه من روحی یا نفخنا فیه من روحنا که آیه قرآن است. در زبان عربی میگوییم نفخ روح، دمیدن روح. و شاید علتشم به طور عادی در زبان مردم که معمولاً انبیا هم به همون زبان سخن میگویند و همون تعبیرات رو به کار میبرند تا اصطلاح آشنا باشد، این است که روح چون مبدأ جاندار بودن و زندگی است و زنده بودن و جان داشتن هم در نظر عامه معمولاً با نفس کشیدن بیش از همه مشخص می شود، یعنی در واقع جاندار کسی است که نفس می کشد یا دم می زند، دم می دمد و همین رو اولین نشانه حیات می دانند و حیات رو هم با جانداری یا زیروحی مشخص می کنند. از ابتدا روح با دمیدن مناسبت پیدا کرده در زبان عامه مردم. بنابراین بجاست که کلمه نفسات به روح نسبت داده شود. پس به طور کلی نفسات به معنی فیوزات است، به معنی آثاری است که صادر می شود. منتها چون به روح نسبت داده می شود، به همین سبب کلمه نفسات جای کلمات دیگر رو گرفته تا حاکی از مناسبتش با روح باشه، به همون مناسبتی که عرض کرد. اما روح القدس میدانیم که از اصطلاحات بیبلیکه، یعنی به کتاب مقدس و علی الخصوص به انجیل ارتباط دارد. اصطلاحی است که به کار رفته است در عالم مسیحی برای ادای معنایی که در عالم اسلام به اون معنا روح الامین میگویند. و روح الامین رو میدانیم که با فرشته‌ای، با ملکی به نام جبرائیل هم نام و همکار تصور میکنند. روح القدس در مسیحیت در همین مقام است، یعنی همون عاملی است که مظهر امر رو، فرستاده خدا رو، یا به اصطلاح مسیحی پسر خدا رو، به طور کلی نماینده خدا رو، به اصطلاح دیانت بهایی مظهر امر رو، مطلع امر رو ممتاز میکنه، مشخص میکنه. البته
سابق وحی رو به صورت خاصی تعبیر می‌کردن، یعنی در واقع وحی رو به منزله ارتباط بین خدا و پیغمبر او در بعضی از موارد تصور می‌کردن، به این معنا که اینطور تصور می‌شد که ملکی یا موجودی مجرد و مفارق از اشخاص عادی و معمولی وجود دارد که از خدا حامل پیام او برای انبیاست. این پیام رو می آورد و می رساند و بر می گرد. البته پیدا بود که این تعبیرات رموزی است، سمبل هایی است، اسراری است، یا بهتر بگیم وسایلی است برای بیان معانی حقیقی که اون معانی حقیقی در خور فهم عامه نیست و یا شاید سابق بهتر این است که بگیم نبود است. بنابراین تصور ملک به اون صورت که موجود مشخص کنکره‌ای که دارای واقعیت عینی و انضمامی باشد و وجود خارجی داشته باشد، حتی وجود جسمانی حسی داشته باشد و حتی بالدار باشد، اولی اجنحه باشد به اصطلاح دینی، امروز دیگر نمی شود تصور کرد بر حسب ظاهر. بنابراین جز اینکه تعویل و معنی حقیقی و باطنی بکنیم راهی در پیش نداریم. به اصطلاح اهل بها که در این امر بدیع حقایق معانی همه معتقدات، همه اقوال، همه آیات ادیان قدیم روشن شده است، معلوم شده است، تمیز داده شده است تا به همون معانی بگیرند و بپذیرند. روح القدس هم تعبیر خاصی پیدا کرده و اون تعبیر این است که به طوری که در کتاب مستطاب محافظات حضرت عبدالبها می شود مطالعه کرد، اصولاً ارواح بر چند قسم است، یا بهتر بگیم در چند مرتبه قرار دارد، بر چند درجه قرار دارد، مترتب است در مراتبی که هر مرتبه ای از آن اختصاص به روحی داره که اون روح تعلق به طبقه خاصی از موجودات می تواند داشته باشد. و البته روح چیزی نیست جز مبدئی که صفات و خواص مشخصه و احوال ممیزه یک طبقه خاص از موجودات رو از خودش ظاهر میکنه. مثلا نبات و حیوان و انسان از همدیگر متمایزند به اوصافی، به خصوصیاتی، به خصائصی. این اوصاف و خصائص ناشی از مبدئی است که این مبدأ در هر کدام از اونها به روح خاص اون طبقه، اون مرتبه از وجود نامیده میشه. به همین مناسبت که شما وقتی در کتاب مفاوضات میبینید که از عبدالبها قصد اثبات وجود روح انسانی رو میفرمایند، این مطلب رو به ذکر ممیزات انسان و حیوان اختصاص میدن. یعنی برای اثبات روح هیچ چیزی دیگر گفته نشده جز اینکه خواستند اثبات بکنن که انسان از حیوان متمایزه و این ممیزات رو ذکر فرمود. و از همین جا معلوم می شود که روح چیزی نیست جز همون مبدئی که باعث می شود یک نوع از موجودات، یا بهتر بگیم یک طبقه، یک جنس از موجودات از اجناس دیگر متمایز بشه. از جمله این ارواح که در مراتب مختلف و متعدد قرار دارد، یکی روح القدس است که البته گاهی به غلط اون رو روح القدس میگویند. مصطلح است ولی صحیح نیست. منتها می شود از قدس صفتی ترتیب داد، صفت نسبی، و به روح نسبت داد. مثلا گفت روح قدسی.
و الا روح القدس به ضم قاف و به ضم دال هر دو اصطلاح انجیل است و به همون صورت باید تلفظ بشه. همونطور که حیوان به روح حیوانی ممتاز از نبات، انسان به روح انسانی ممتاز از حیوان است، مظاهر امر الهی هم به روح القدس ممتاز از سایر افراد نوع انسانند. البته منظور این نیست که بگوییم مظهر امر الهی انسان نیست، انسان است، انسان کامل است و بهتر آن است که بگوییم تنها انسانی که میتواند انسان باشد مظهر امر الهی است. حضرت بهاءالله در لوحی از الواح مبارکه میفرمایند که مقام انا الانسان در نظر من مقامی بسیار بالاتر از مقاماتی است که دشمنان منو مدعی اون میپندارند. به هر صورت اگر انسانی باشد مظهر امر الهی است، یعنی انسان کامل است. پس وقتی میگیم مظهر امر به روح القدس ممتاز از افراد نوع انسان است، منظوری نیست که بگوییم مظهر امر انسان نیست. همانطوری که وقتی که میگوییم انسان به روح انسانی ممتاز از حیوان است، منظورمون این نیست که بگوییم انسان حیوان نیست، بلکه تصدیق میکنیم که انسان حیوان است و حیوان ناطق است، حیوان عاقل است، حیوانی است که روح انسانی دارد، نفس ناطقه دارد. به همین ترتیب مظهر امر الهی هم انسانی است که روح القدس دارد. و همونطوری که باز روح هر مرتبه از مراتب وجود جامع همه قوا و خصائص ارواح مراتب پایین تر از خودش است، بدون اینکه به مرتبه بالاتر از خودش دسترس داشته باشد، یعنی حیوان در عین حیوان بودن خصوصیات روح نباتی رو حائز است، مثلا رشد میکند، نمو میکند، تنفس میکند، تغذی میکند، تولید مثل میکند و اینها همه از خصوصیات نبات است که در او هم هست. منتها علاوه بر اون اختصاص روح حیوانی رو هم که احساس و حرکت ارادی باشد داراست. و باز همونطور که انسان علاوه بر روح حیوانی، یعنی علاوه بر اینکه احساس میکند و حرکت ارادی دارد و به مناسبت داشتن همین خصوصیات حیوانی بر طبق قاعده قبلی خصوصیات نبات رو هم حائز است، علاوه بر اون نفس ناطقی انسانی دارد که او رو به کشف مجهولات و پی بردن از مقدمات به نتایج، از معلومات به مجهولات راه بر می شود. همونطور هم مظاهر امر الهی، همونطور که در خصوصیات نباتی با نبات شریکند، در خصوصیات مربوط به حیات، حس و حرکت با مثل همه افراد انسان با حیوانات شرکت دارند، همونطور در نفس ناطقه، در قوه کاشفه با انسان شرکت دارند و به روح القدس ممتاز از سایر افراد انسانند. یعنی خصوصیت دیگری درشون هست که این خصوصیت اونها رو ممتاز میکند، متمایز میکند. و البته آثاری که، یا بهتر بگیم اثر اصلی که برای این روح معلوم شده است در آثار مبارکه این است که عالم رو احیا میکنند، تجدد حیات روحانی و معنوی در عالم ایجاد میکنند. با ظهورشون، با تجلیشون عالم وجود رو از نو میتوانیم بگیم به نحو خاصی ابداع میکنند و با ظهور اونها عالم دیگرگون میشود، از رنگی به رنگ دیگر در می آید، تغییر صورت میدهد. اگر به حسب ظاهر هم همون عالم باشد که هست، در معنا، در حقیقت عوض می شود و ترل ارز غیر الارز مصداق پیدا می کند با ظهور مظاهر امر الهی که ظهور هر کدام از آنها قیامت ظهور سابق است.
بنابراین وقتی روح القدس شناخته شد، معلوم شد که مظهر امر الهی به داشتن این روح ممتازند و همانطور که نوع انسان نفس ناطقه دارد، روح انسانی دارد و از این نفس ناطقه آثاری فائز می شود که اونها رو آثار عقل می گوییم و از روح انسانی بیرون می تابد، بیرون می تراود و در عالم خارج ظاهر می شود و آثارش در جهان پدید می آید. همانطور هم از روح القدس یا از روح قدسی، از روح قدسی الهی که در مظاهر امر هست، آثاری ظاهر می شود که اونها را آثار وحی می گوییم و آثار روح القدس در عالم انسانی پدید می آید و باعث تبدل این عالم از نحوی به نحوی دیگر، از مرتبه‌ای به مرتبه دیگر می گردد. در اینجا وقتی که میگوییم عالم انسانی احتیاج به استفاضه از نفسات روح القدس دارد، معلوم شد که منظورمون این است که باید از روح القدس که در مظاهر امر هست، آثاری که اونها را آثار وحی میگوییم بتابد، بتراود، بیرون بیاید و به افراد نوع انسان برسد و در تربیت و تکمیل اونها مؤثر بشود و نوع انسان خودش رو از استفاضه از این آثار وحی که از مظاهر امر بیرون می آید، از مظاهر امر صادر می شود، نمی تواند خودش رو مستغنی بداند. حالا چرا خودش رو مستغنی بداند؟ البته این مسبوق به سابقه است. نه اینکه به حسب ظاهر در بین حیوان و انسان فرق زیادی محسوس نیست. انسان هم مثل حیوان راه می رود و غذا می خورد و می خوابد و آرام می گیرد و تنفس می کند و تولید مثل می کند و همه این خصوصیات که در انسان به حسب ظاهر هست از حیوان هم ظاهر می شود. بنابراین ممکن است کسانی تصور بکنند همانطور که این تصور اکنون لااقل در عمل متداول شده، اگرچه در نظر اقرار به اون نکنند، ممکن است اینطور تصور بشود که انسان حیات حیوانی خودش رو اصل میگیرد و باید هم اصل بگیرد، در پی خوردن و خفتن و راه رفتن باشد و جز این چیزی رو مهم و مؤثر نداند، یعنی در واقع حیوان بشود بدون اینکه در مرتبه حیوانی باشد. و دیگه با وجود زندگی حیوانی هیچ گونه احتیاجی که انسان در مسیر زندگی خاص انسانی قدم بردارد، یعنی در پی آثار عقل برود، در پی آثار هنر برود، در پی همه آثاری که اختصاص به انسان دارد و رنگ حیوانی در آنها نیست برود، شاید احتیاجی نباشد. به همین ترتیب نوع انسان این تصور رو ممکن است پیدا بکند، یا بهتر آن است که بگیم پیدا کرده و بسیار مهمتر و قویتر از مثالی که قبلا در بین حیوان انسان آوردیم این تصور براش حاصل شده که واقعا با وجود انسان بودن و با وجود برخورداری از قوای خاص انسانی، با وجود برخورداری از موهبت عقل، با وجود برخورداری از موهبت علم که نتیجه عقل است، با وجود برخورداری از موهبت صنعت که نتیجه علم است، با وجود برخورداری از موهبت قانون یعنی قوانین موضوعه جامعه انسانی که باز هم نتیجه به کار بردن عقل انسانی است در تمدن انسانی، یعنی خلاصه با وجود مجموعه آنچه به اونها آثار تمدنی و فرهنگی میگوییم و همه زاییده قوای خاص انسانی است، دیگر احتیاجی به این که انسان از نفسات روح القدس مستفید بشود، فیض ببرد وجود ندارد. ما انسانی
عقل داریم، بر اثر عقل علم به دست میاریم، بر اثر علم صنعت به دست میاریم، بر اثر صنعت قدرت به دست میآوریم، بر اثر قدرت قادر به تسخیر کائنات میشویم، قادر به استخدام زمین و زمان و همه عناصر مولده عالم مادی میشویم، همه چیز رو به اختیار میگیریم. به همین جهت است که مقام خودمون رو بسی بالاتر از اون چه هست میگذاریم. به خودمون میبالیم، به خودمون مینازیم، به خودمون غره میشویم و جز خودمون چیزی رو لایق نمیدانیم که به اون روی بیاوریم تا با این روی آوردن بتوانیم مرتبه خودمون رو بالاتر از اون چه هست ببریم. غروری به انسان دست داده، تکبری آدمی زاده رو فرا گرفته، مخصوصا از وقتی که به کار بردن عقل در زمینه علم او رو موفق به تحصیل صنایع جدید و تحصیل قدرت از قبل صنعت در عالم ماده کرده است. در واقع در یک کلمه اگر بخوایم ذکر بکنیم این است که انسان میگوید تا عقل دارم محتاج وحی نیستم. عقل منو از وحی بی‌نیاز میکنه. به کار بردن روح انسانی، البته ناگفتن امانت که این اشخاص به روح انسانی هم قائل نیستن، فقط میگویند به کار بردن عقل به عنوان مرتبه بالاتری از هوش که بر اثر تکامل برای ما حاصل شده، همون هوش در حیوان هم وجود داره. و وقتی میگویند عقل در واقع همین معنی رو میرسونند، با به کار بردن عقل به این معنی ما مستغنی هستیم از این که از وحی استفاده کنیم. بنابراین تا روح انسانی داریم یا تا انسان هستیم احتیاجی به استفاده از مظهر امر الهی نداریم. بنابراین چنین مرتبه ای از وجود رو که نام اون مظهر امر الهی باشد و به روح القدس امتیاز داشته باشد قبول نداریم، نمیپذیریم. پس در واقع عقل است که آدمی زاد رو غره کرده، مغرور کرده، متکبر کرده و مستغنی از وحی به قلم آورده در دست خودش. می‌دانیم که در دیانت بهایی در شأن عقل، در شرف عقل داد سخن داده شده، در اثبات مزیت عقل، در اثبات فضیلت عقل و حتی در اثبات مزیت و فضیلت نتایج به کار بردن عقل که علم باشد، که صنعت باشد، حق مطلب ادا شد، حق معنا ادا شد. حضرت عبدالبها چندین خطابه، چندین مکتوب، چندین لوح در اثبات مزیت عقل و لزوم مطابقت عقل با دین دارن یا لزوم مطابقت دین با عقل دارن. مثلا با عقل حتی با علم هم تطبیق دین رو لازم دانستن، توفیق دین رو لازم شمردن. که البته چگونه این معنی تعبیر می شود یا مقصود از اون چیست مطلبی است که از حدود بحث امروز ما خارج است. اما اون چه مسلم است در اثبات این که عقل شرف دارد، فضیلت دارد، مزیت دارد، چیزی در دیانت بهایی فروگذار نشد. بنابراین شخص بهایی نمیتواند منکر ارجحیت عقل باشد، حتی نمیتواند در مقام مقایسه با داشتن دین خود را از عقل بی نیاز بداند. یعنی در واقع هم عقل رو باید داشته باشد و هم دین رو باید داشته باشد. میدانیم که در قرون وسطا با داشتن دین انسان رو از حکم عقل بی نیاز میدانستند و به همین سبب دین بر عقل حمله میکرد، دین به عقل تجاوز میکرد، دین عقل رو پس میراند، طرد میکرد. در قرون جدید و معاصر برعکس پیش آمده است، برعکس این معنی پیش آمده. یعنی اینجا
میگویند انسان با داشتن عقل از دین بی نیاز است، چون انسان است از روح القدس که ممیز مظهر امر الهی ادعا می شود که هست مستغنی است. منتها حق مطلب، اصل مطلب، حقیقت مطلب و عقیده ما اهل بها این است که نه، دین می تواند ما رو از عقل و از نتایج عقل که علم و صنعت باشد بی نیاز بکنه، مستغنی بکنه. یعنی با قبول دین، با وجود دین خودمون رو از عقل و از علم مستغنی بدانیم، و نه عقل می تواند ما رو از دین مستغنی بکنه. یعنی با داشتن عقل از فیض وحی خودمون رو نمیتونیم مستغنی بدیم. چرا؟ برای اینکه عقل اصولاً زمینه مخصوص به خودش رو دارد و از اون زمینه مخصوص به خود نمیتواند خارج بشود، نمیتواند تجاوز بکند. کاری انجام میده، کار شریفی انجام میده، کار ممتازی انجام میده و به همین جهت شریف است و عالی است و ممتاز است، ولی همون کار رو انجام میده یا کاری از همون سنخ رو انجام میده و کار دیگر که از سنخ دیگر باشد از او ساخته نیست. اول مثالی بیاوریم، بعد تطبیق کنیم بر مورد مطلوب خودمون. اون مثال این است که کسی با داشتن گوش بخواهد خودش را از چشم بی نیاز بداند. یعنی نه تنها با گوش بشنود بلکه بخواهد حتی با گوش ببیند، یا برعکس با داشتن چشم بخواهد خودش را از گوش مستغنی بداند. این نه تنها با چشم ببیند بلکه حتی بشنود. البته پیداست که یک همچو توقعی برآورده نمی شود، یک همچو ادعایی به جایی نمی رسد. به این معنا که گوش قوه سامعه قوه لازمی است، ضرورت دارد، مفید است، مؤثر است، نقص ندارد، لااقل نقص مطلق ندارد. نقصش مثل همه امور دیگر نسبی است. همینطور چشم هم کافی است، در حد خودش تام است. اگر نقصی داشته باشد نقص نسبی است. نه گوش عیبی دارد و نه چشم عیبی دارد، منتها عیب از کسی است که بخواهد با گوش علاوه بر این که میشنود ببیند یا با چشم علاوه بر این که میبیند بشنود. در اینجاست که نقص وارد می شود، در اینجاست که عیب پدید می آید، قصور حاصل می شود. دین به جای خودش لازم است، کامل است و در حد خودش کافی است. عقل به جای خودش لازم است، کامل است، البته به طور نسبی، همونطور کمال دین هم نسبی بود، و به جای خودش کافی است. اما کسانی که بخواهند کار عقل رو از وحی حاصل بکنند یا کار وحی رو از عقل حاصل بکنند، اینانند که به خطا می روند، اینانند که قصور رو حاصل می کنند، اینانند که مبدأ نقص می شوند. چون کار عقل چیزی نیست جز کشف مجهول با به کار بردن قواعد کلی از روی معلومات. جز این کاری از عقل ساخته نیست. بنابراین عقل جنبه انتزاعی و کلی دارد. اون چه از عقل ساخته است همین است و جز این چیز دیگری از عقل بر نمی آید. به همین سبب است که ماهیت مجهولی که به دست می آید برای عقل هیچ گونه تفاوتی نداره، علی حد سوا. به این معنا که شما عقل رو در حل هر مسئله‌ای به کار بیندازید، در تحصیل هر مطلبی به کار بیندازید، همون مطلب رو برای شما حاصل میکنه، همون مسئله رو برای شما حل میکنه. ولو اینکه
مطلبی که به دست می آید از لحاظ شما یا از لحاظ دیگران مطلب مضر یا مفیدی باشد، موافق با خیر یا مطابق با شر باشد، برای عقل متفاوت نیست. خلاصه کلام این است که شما از عقل هر چه بخواهید همون رو برای شما حاصل میکنید. عقل به همون نحو میتواند به دزد، به سارق، به قاتل، به جانی خدمت بکند که به یک شخص خیرخواه، وسیع النظر، عالم، انسان حقیقت جوی خدمت میکند، به عنوان ابزاری در دسترس هر دو طبقه از اشخاصی که معمولا اونها رو اشخاص نیک یا اشخاص بد مینامیم میتواند قرار بگیرد. یا بهتر اون که بگیم عقل وسیله است، فقط وسیله‌ای بیش نیست. عقل وسیله تحصیل قدرته، عقل وسیله وصول به مطلوبه، اما خود مطلوب رو تعیین نمی کند که چه باید باشه. به همین مناسبت است که با به کار بردن عقل می توان وسایل وصول به هر مطلوبی رو فراهم کرد. حالا این مطلوب چه می تواند باشد؟ اونجا پای عقل لنگه. دلیل بر لنگی پای عقل در این مورد این است که می‌دانیم فلاسفه، حکما، بزرگان که عقلای نوع بشرند عقلشون رو به کار انداختن در راه یافتن غایت مطلوب و کمال مطلوب انسان، منتها هر کدام از اینها که عقلای نوع انسانند مطلوب نوع انسان رو امر مخصوصی که متفاوت است، متغیر است، حتی مخالف است، متناقض است با مطلوب های دیگران تحصیل کردن، به دست آوردن. کم نیستند حکمایی که کمال مطلوب انسان رو در به دست آوردن قدرتی دانستند که در مقابل اون قدرت باید هر ضعیفی از میان برود، هر زبونی زبونتر بشود و اصولا حق مشخصش، ملاکش قدرت باشد، توانایی باشد، نه چیزی دیگر. و در مقابل هستند کسانی که کمال مطلوب انسان رو در ایثار و گذشت و فداکاری و کف نفس و امثال اینها گرفتن. این دوتا مثال رو زدم برای اینکه معلوم بشود که در تعیین کمال مطلوب برای نوع انسان با حکم عقل، با حکم فلسفه، با حکم فکر و با استغنای از وحی چه نتایج مختلف و متناقضی به دست می آید و موقف نوع انسان در این میان معلوم نمی شود. بنابراین خودخواه ناخواه یه همچه انسانی سرگشته می شود، راه گم می کند، در بیابانی سرگردان می ماند که اون بیابان نه آغازی دارد و نه انجامی دارد. و از همین جا این حوزه ها، این افکار عجیب و غریب فلسفی، سیاسی، اجتماعی به وجود می آید که هر کدامشون میخوان انسان رو به جایی بکشانند که اونجا درست در نقطه مقابل جاهایی است که دیگران خواستن به اون جاها هدایت کنند، راهنمایی کنند. مدتها حکمای اروپا به مناسبت غروری که پیدا کرده بودند با به کار بردن عقل در علم و تحصیل قدرت در صنایع ادعا کردند که از همین راه ما میتوانیم اساس اخلاق رو هم تأسیس کنیم، از همین راه میتوانیم تمدن معنوی و فرهنگی نوع انسان رو هم بنا بگذاریم. و قرنها طول کشید که پی بردن که نمیتوانند. یعنی اونچه اونها رو موفق کرده است در زمینه صنعت، در زمینه تحصیل قدرت بر طبیعت، در زمینه موفق شدن در امور مادی، همون وسیله‌ای نیست که اونها رو میتواند موفق بکند در زمینه اخلاقیات، در زمینه معنویات، در زمینه فرهنگ و در زمینه هر آنچه با تمدن ظاهری مغایرت داشته باشد.
یا غیر از تمدن ظاهری باشد. و چون روز به روز با به کار بردن این وسیله و با استفاده از تفکر علمی و فلسفی در نتیجه به کار بردن عقل مایوس‌تر شدند از این که بتوانند روابط اخلاقی و معنوی و روحانی نوع انسان رو تنظیم بکنند، تمشیت بکنند، به همین سبب به عجز خود، به قصور خود واقف شدند و امروز ناگزیر روی آوردن به این که علاوه بر تمدن به فرهنگ هم باید توجه کرد و این دوتا کلمه تمدن و فرهنگ رو یا سیویلیزاسیون و کلتور رو در مقابل هم جای دادند، دو مقوله مختلف ساختند که در یکی به پای دیگری نمی شود راه رفت. لزوم توجه به معنویات واضح شده است براشون در مقابل کارهایی که به عنوان کارهای علمی و صنعتی اونها رو در تمدن مادی موفق میکنه. گفتیم عقل وسیله است و غایت مطلوب رو، کمال مطلوب رو نمیتواند اختیار بکنه. پس این کمال مطلوب چگونه باید اختیار بشه؟ از کجا باید به دست بیاد؟ به چه وسیله‌ای باید تعیین بشه؟ البته در حیوانات هم جای اون هست که این حرف رو به میان بیاریم و جواب بخوایم. منتها جواب خیلی آسان پیدا می شود در اونها، خیلی آسان گفته میشه و اون جواب این است که حیوانات مطلوبشون، غایتشون به حکم طبیعت مشخصه و یکی بیشتر هم نیست. به همین سبب است که در اونها حتی عقل هم موردی برای خودنمایی پیدا نمیکنه. چرا؟ برای اینکه عقل راهیاب، عقل کشاف در موردی که راه قبلا مشخص است و یکی بیشتر نیست کاری نداره انجام بده. حیوان راه مشخصی داره، همون راه رو هم میره و راه دیگری هم در مقابلش نیست که بر سر دو راه قرار بگیره و ناچار خودش باید راه خودش انتخاب بکنه. این مطلب رو بنده در خیلی از عراید خودم تکرار کردم، ولی چون مطلب اساسی از تکرارش باک ندارم. چون در حیوان یک همچو اختیاری معنی پیدا نمی‌کنه، یک همچو انتخابی، انتخاب راه یافتن معنی پیدا نمی‌کنه، چون راهش یافته شده قبلا، راهش نشون داده شده قبلا، یک راه بیشتر هم نیست. به همین مناسبت احتیاجی به عقل هم نیست. هم هدف مشخصه، هم وسیله وصول به اون هدف مشخصه و این هر دو به حکم غریزه مشخصه. اما در انسان چون پای عقل برای تشخیص راه، برای تشخیص وسیله به میون میاد، عقل جای غریزه رو میگیرد و بسیاری از غرایز حیوانی در انسان تحت تأثیر مداخله عقل صورت عوض می‌کند، به نحوه خاصی ظاهر می‌شود و کم کم غریزه تأثیرش حتی به صفر میرسد در زندگی انسان. همه غرایز، حتی ابتدایی ترین اونها، تحت تأثیر عمل عقلی تغییر صورت می‌دهد و همین سبب این دو کار از همدیگر جدا می‌شود. یعنی عقل راهیاب، عقل ابزارساز به اصطلاح بیشون، یا بهتر بگیم عقلی که خودش ابزار است و ابزاری بیش نیست، وسیله‌ای بیش نیست، به میون میاد برای اینکه راه پیدا کنه، برای اینکه وسیله وصول به هدف رو نشون بده، کار غریزه رو در اون مورد انجام میده. اما کار دیگری که اون هم در حیوان از غریزه ساخته شده بود، یعنی تشخیص هدف و غایت، در اینجا از دست عقل بیرون میاد. چون انسان از طبیعت حیوانی فراتر رفته، یعنی دیگه یک سره به حکم طبیعت عمل نمی کند، با غریزه به معنی صرف حیوانی و طبیعی خودش وداع کرده، به عقل روی آورده و عقل برای او وسیله وصول به هدف رو نشون میدهد،
هدف او هم دیگر هدف حیوانی نمیتواند باشد. بسیاری از مردم امروز میخواهند با به کار بردن وسیله انسانی به هدف حیوانی برسند. وسیله انسانی برای وصول به هدف حیوانی. اغلب زندگی ها اینطوره، زندگی هایی که مقصود اصلی از اونها خور و خواب و خشم و شهوته که ناچار به شغب و جهل و ظلمت میرسد، زندگی هایی که منظور اساسی در اونها همونطور که عرض کردم خوردن و خفتن و آمیختنه، صرف به صورت حیوانی و طبیعی خودش، یک همچه وضعی رو پیدا کرده. یعنی با اینکه انسان انسان است و با اینکه عقل رو جانشین غریزه کرده، هدف رو تغییر نداد. میخواد از عقل استفاده کنه برای وصول به همون هدفی که در حیوان هم هدف حیات همان است. و البته در اینجا نابسامانی پیش میاد، آشفتگی پیش میاد، پریشانی پیش میاد. یعنی هرگز انسان نمیتواند مثل یک حیوان بخورد، مثل یک حیوان بخوابد، مثل یک حیوان بیایزد. نمیتواند. برای اینکه انسان شده، فراتر رفته، بالاتر آمده، معنی زندگی در نظرش عوض شده، چیزهای دیگری میخواد. به همین سبب است که اگر عقل خودش رو به کار بیندازد در راه رسیدن فقط به همین هدفها که هدفهای حیوانی است، چون دیگه حیوان نیست، مثل حیوان اون هدفها رو به صورت طبیعی خودش نمیتونه حاصل بکنه و اگرم حاصل بکنه اکتفا نمیکنه، قانع نمیشه، راضی نمیشه. بنابراین خود به خود مختل میشه زندگی، خود به خود مضطرب میشه، خود به خود انسان پریشانی پیدا میکنه، نابسامانی پیدا میکنه، سرگشتگی پیدا میکنه و به جایی میرسه که دیگه نمیدونه که چی میخواد و یک انسان یک همچه انسانی میشود انسان آواره، انسان سرگردان، انسان راه گم کرده. بنابراین اونجا که انسان عقل پیدا کرده، یعنی فیوزات روح انسانی یا نفس ناطقه به صورت عقل در او ظاهر شده، قدرتی به دست او داده برای یافتن وسیله، برای به دست آوردن امکانات تا بتواند به هدف نایل بشود، ناچار بر او لازم می آید که استفاده بکند از مبدأ دیگری که اون مبدأ در او هدف رو تعیین بکنه، کمال مطلوب رو تعیین بکنه، غایت آمال رو به او نشون بده. یعنی وقتی میخواد عقل رو به کار بیندازد، به او بگوید که این عقل برای وصول به کدام غایت باید به کار بیفتد تا تو بتوانی ادعای شرف انسانی بکنی، ادعای برتری نسبت به حیوان داشته باشی. ممکن است کسانی بگویند که خود این غایت مطلوب رو هم ما به حکم عقل یا به حکم علم که زایده عقل است تعیین میکنیم. در اینجا همون مطلب پیش میاد که عرض کردم، کسی بخواد با گوش ببینه یا با چشم بشنوه. تعیین غایت مطلوب، تعیین کمال مطلوب از عقل ساخته نیست. نشانش هم این است که عرض کردم شما از عقل برای وصول به هر غایتی، برای وصول به هر کمالی که خودتون نحوه اون رو تعیین کرده اید میتوان استفاده بکنید. برای عقل متفاوت نیست غایات شما، تفاوتی نداره که شما به کجا میخواید برید یا از کجا میخواید سر در بیاورید. هر چه بخواید در اختیار شما قرار میده. از هر وسیله‌ای که شما بخواید او شما رو برخوردار میکنه برای این. حالا بسته به این است که شما خودتون چی بخواید بکنید. آیا بخواید شهری رو نابود بکنید با به کار بردن عقل، یا بخواید جان جمعی رو نجات بدهید با به کار بردن عقل. این بسته به این است که شما سلسله مراتب ارزش ها رو چگونه مرتب کرده اید. یعنی چیست که ملاک ارزش در نظر شما واقع شده است و با چه مقیاسی، چگونه ارزشی بر چه شیئی و بر چه امری میگذارید. این سلسله ارزش ها متفاوت. دلیل بارز و بیان تفاوت ارزش ها در نظر انسان همین است که
حوزه‌های فلسفی، عقاید فلسفی، عقاید فلسفی اجتماعی، عقاید سیاسی، همه اینها به طرز خاصی، به طرز متفاوتی، حتی به طرز متناقضی در اصول نه تنها در فروع خواستن اهداف انسان رو، غایات انسان رو مشخص بکنن. در واقع هر کدام از اونها به راهی خاص از انسان رو بکشونه که دیگری درست به راه مخالف اون میخواد ببره و پیداست که از این میون چه برخواهد خواست. همین برمیخواست که برخواست است. با توجه به همین معناست که حضرت عبدالبها بعد از کمال تأکید که در ضمن خطابات متوالی و متعدد در اثبات لزوم عقل، در اثبات لزوم علم فرمودند، بعد از اینکه حق مطلب را ادا کردند تا اونجا که البته در خور فهم مردم زمانشون بود، که دین نمیتواند ما را از علم مستغنی بکنه، از عقل مستغنی بکنه. عقل شریف است، علم عالی است، باید دریافت عقل رو و علم رو و صنعت رو، باید توجه داشت به این هر سه فضل بزرگی که خدا به انسان عنایت کرده است، باید این هر سه موهبت رو ازش استفاده کرد، باید توجه داشت. خواه ناخواه برای درمان این درد، برای پیش بینی این خطر که ممکن است پیش بیاید، که حال که عقل تا این اندازه شرافت دارد، اینقدر مزیت دارد، بنابراین ما می توانیم با توجه به علمی که از عقل حاصل می کنیم خودمون را از دین مستغنی بدانیم، از دین می نیاز بدانیم. در بیان این تعلیم مبارک هم تأکید فرمودند که عالم انسانی با همه مزایایی که دارد محتاج استفاده از نفسات روح القدس است. نفسات روح القدس چی میدهد به انسان که عقل نمیدهد؟ غایت آمال میدهد، کمال مطلوب میدهد، ایدئالی میدهد که توجه به اون ایدئالی که ما در پیش روی خودمون داریم بدون اینکه هرگز به تمام و کمال به اون برسیم، مانع از این می شود که در زندگی خصوصی عینی حال حاضر خودمون غرق بشویم. به ما ذوق می دهد، به ما گذشت می دهد، به ما ایثار می دهد، به ما توجه به یک مقام عالی می دهد، توجه به یک افق فراتر و دورتر از افق خواهش های نفسانی خودمون می دهد و به همین سبب باعث می شود که ما بتوانیم انسان بمانیم، یا بهتر اون که بگیم بتوانیم انسان کامل بشویم و نقص انسانی رو در خودمون رفته رفته هرچی کمتر بکنیم. اصولا عقل انسان رو در خودش محصور میکنه، محبوس میکنه، مسدود میکنه، برای اینکه کار عقل قبل از همه چیز محاسبه سود و زیان است، نه چیز دیگر. و سود و زیان امری است که به شخص انسان مربوطه. حتی اصول اخلاقی هم وقتی به محک عقل سنجیده بشود با سود و زیان ارتباط پیدا میکنه. بنابراین جنبه انسانی محض خودش را از دست میده و در همین جاست که توجه به روح القدس و استفاده از نفسات روح القدس باعث می شود که عقل جای خودش رو بشناسد و انسان خودش رو مکتفی به عقل نداند، بلکه قلاده عشق به گردن بیندازد. عشق به کمال مطلوب، یعنی عشق بدون چه فراتر از وجود شخصی انسانی اوست.
و از همین عشق مایه ذوق به زندگی انسان میدهد، مایه هنر به زندگی انسان میدهد، مایه برخورداری از جمال به زندگی انسان میدهد. ممکن است بگویم هنرها که جمال را برای ما حاصل میکند احتیاجی به تدین ندارد، احتیاجی به استفاده از روح القدس ندارد. هنرهای غیر دینی وجود دارد و بسیار هم وسیع است دامنش، بسیار هم گسترده است. اما اگر توجه بشود، اگر در هنر نقشی از فراتر رفتن از خود وجود نداشته باشد، هنر همیشه بیمایه است، هنر همیشه سبک است. اگر در هنر توجه به یک کمال مطلوب متعالی نباشد، به اصطلاح اروپایی ها ترانساندانس درش نباشد، هنر به حد صنعت تنزل پیدا میکنه و به همین سبب امتیاز خودش را از دست میدهد. برای اینکه یک همچو جمالی که در هنر غیر دینی به اون توجه می شود همیشه با شهوات هم عنان است، همراه است. هنرهای غیر دینی معمولا هنرهای شهوانی است، هنرهایی است که شهوت دایر مدار امره، در نقاشی، در شعر، در موسیقی، در تئاتر و در همه چیز. ما خیلی کم داریم هنری که ظاهر بشود، هنر ممتازی هم باشد، هنر فاخری هم محسوب بشود، ولی یک سابقه دینی و روحانی درش نباشه. اگر این طور نباشد معمولا هنر با شهوت ارتباط داره، از شهوت مایه میگیره. یعنی به جای اینکه انسان رو بالاتر ببرد، بالاتر از حد خودش، پایین تر میکشاند، یعنی به حد حیوان تنزل میدهد، چون شهوت خصوصیت زندگی حیوانی است. بی سبب نیست که شما در تاریخ میبینید که عالی ترین نقطه هنر، یعنی اوج هنر، اوج نقاشی اروپایی، اوج موسیقی اروپایی، حتی اوج مجسمه سازی، اوج معماری، وقتی است که هنر از دین مایه گرفته، از ایمان مایه گرفته، یعنی نفسات روح القدس برش تابیده. چون هنر هیچ دخلی به علم و به عقل نداره. هنر در پی زیبایی است، علم در پی درستی است و این دوتا غیر از همه. اون چه علم میخواد به دست بیاره این است که چیز که درسته، اما اون چه هنر میخواد به دست بیاره این است که چیز که زیباست. و زیبا و درست اگرچه با هم اختلافی ندارن، یعنی مباینتی ندارن، ولی غیر از هم دیگه هست. حتی در ساختن یک بنایی جنبه معماریش همیشه با جنبه مهندسیش فرق داره، یعنی اون چه مربوط به علم با اون چه مربوط به هنره با هم متفاوت. پس هنر رو علم نمیده، عقل نمیده. هنر یه دیسیپلین خاصی در فرهنگ انسانی است که در پی وصول به جمال. وقتی عقل هنر رو نداد، علم هنر رو نداد، خود به خود هنر از چی باید مایه بگیره؟ از جنبه انفعالی و ذوقی انسان. انسانی که اگر توجه به عالمی فراتر از عالم خودش نداشته باشه، خود به خود این جنبه انفعالی در او جنبه شهوانی وجودش میشه. به همین سبب است که میبینید شعر یا از ایمان بهره داره یا شعر شهوانی است. نقاشی یا از ایمان بهره داره یا نقاشی شهوات. موسیقی یا از ایمان بهره داره یا در خدمت شهوت قرار میگیره. لطف هنر در جایی است که ارتباط بدهد، اتصال بدهد انسان رو مبدأ وحی. بنابراین میبینیم که هر جا روی میآوریم خودمون رو در برابر یک عدم کفایت میبینیم، عدم کفایت به شخص خودمون، یعنی عدم کفایت شخص خود ما برای خودمون. ما برای خودمون لازم هستیم ولی کافی نیستیم. اکتفای به نفس نداریم، اکتفای به ذات نداریم و این عیب ما نیست بلکه هنر ماست. چون
برای اینکه ما بتوانیم کافی به ذات باشیم، یا باید جماد باشیم و نبات باشیم و حیوان باشیم. یعنی در واقع به جایی جز اون چه هستیم چشم ندوزیم، افقی رو جدا از اون چه زیر پای ماست نبینیم، در نظر نگیریم. و این البته نقص ماست، قصور ماست. یا اینکه باید خدا باشیم که نیستیم تا بتوانیم به ذات خودمون اکتفا کنیم. یعنی در واقع یا باید چیزی جز اون چه داریم نخواهیم، یا اینکه هر چه رو که میتوانیم بخواهیم داشته باشیم. اولی حیوان، دومی خداست. ما در این میان قرار داریم. موقف خاص انسانی ما اقتضا میکند که هم بخواهیم که داشته باشیم و هم همه چیز رو که میخواهیم نداشته باشیم. بنابراین خود به خود در تکاپو باشیم، خود به خود بخواهیم از خودمون خارج بشیم و به جایی روی بیاریم. و این جایی که باید به اون روی بیاریم، اگر از وحی مایه نگیره، اگر مرتبه‌ای بالاتر از مرتبه انسانی نباشد، خود به خود مرتبه‌ای پایین‌تر از مرتبه انسانی خواهد. بنابراین جنبه حیوانی خواهد داد به همه فعالیت‌های ما، جنبه شهوانی خواهد داد به همه هنرهای ما، در خدمت امیال پست قرار خواهد داد ذوق ما رو، متوجه به برآوردن احتیاجات حیوانی خواهد کرد عقل ما رو. یعنی در واقع ما کسانی خواهیم بود که قدرتی بسیار به دست آورده ایم در اثر پیدا کردن عقل، در اثر داشتن عقل، منتها این قدرت رو میخواهیم به کار بیاندازیم در زمینه امری که اون امر برای ما پس پشت نهاده شده و دیگر هیچ گونه توجهی به اون نداریم. عیناً مثل این میماند که یک شخص انسان، یک فرد انسان بزرگ شده باشه، رشد کرده باشه، کار کرده باشه، ثروت بسیار زیاد به دست آورده باشه، ثروت بسیار زیاد در حد اعلای توانگری قرار گرفته باشه، میلیون ها میلیارد ها پول در اختیار داشته باشه، منتها با این میلیون ها و میلیارد ها بخواهد فرض فرمید که فقط غرقروت یا نخودچی کشمش بخره و بخور، هر چی داره بده برای این دوتا رو به دست بیاره. برای به دست آوردن این دوتا لازم نبود که این همه تکاپو و تلاش بکنه. در حد بسیار پایین تر براش ممکن بود که به دست بیاد اینها. احتیاجی به تحصیل این قدرت نداشت. هیچ فرقی با این شخص نداره انسان که عقل به دست آورده، عقل رو به کار برده علم به دست آورده، علم رو به کار برده صنعت به دست آورده، صنعت رو به کار برده قدرت به دست آورده. حالا خودش رو صاحب اختیار طبیعت میدونه، اما این همه اختیار رو، این همه اقتدار رو میخواد به کار بره در راه چی؟ در راه خوردن و خوابیدن و آمیختن، که هیچ گونه احتیاجی به این که این همه تکاپو بکند عقل، این همه جستجو بکند علم و این همه تلاش بکند صنعت نداشت. برای حیوان بر مرتبه حیوانی در حد حیوانیت حاصل بود و بسیار هم خوب حاصل بود، به طور طبیعی و غریزی حاصل بود، در حد یقف حاصل بود. بنابراین حیف است انسان که بخواهد خودش رو پایبند بکند به غایاتی که اون غایات اقتضای زندگی حیوانی است، منتها با وسایل انسانی که عقل و علم و صنعت باشد برای تحصیل اون غایات تلاش و فعالیت بکنه. عقل رو به انسان دادن برای اینکه وسیله اطلاع و ارتقای انسان باشد به مرتبه بالاتری، وسیله وصول انسان باشد به غایت بالاتری، و این غایت رو، این مرتبه رو فیوزات روح القدس است که به صورت وحی برای انسان تعیین میکنه. و البته دور به دور در هر ظهوری مرتبه بالاتری رو، مرتبه فراتری رو نشون میده. و ما اهل بها میدانیم که اونچه در این ظهور بدیع نشون داده شده
غایتی که در این امر بدیع فیوزات روح القدس در این مرحله از تکامل حیات معنوی انسان نشون داده، وحدت عالم انسانی است که حاصل تعلیمات وحی، حاصل آثار قلم اعلاست، حاصل فیوزات روح القدس است. و توجه به همان است که میتواند همه قوای انسانی رو تمرکز بدهد و به صورت وسیله مؤثر و مفید و مهمی در بیاورد تا بتواند موجبات وصول نوع انسان رو به خودش فراهم بکنه. و به همین سبب هم هست که احتیاج انسان به نفسات روح القدس در ضمن همون تعالیمی وارد شده که اولین اونها، محور اونها، مهمترین اونها تعلیم وحدت عالم انسانی است. یعنی در واقع برای وصول به وحدت عالم انسانی است که انسان تنها نمیتواند به عقل خودش اکتفا بکند، بلکه تحقق این مرام، تحقق این هدف، تحقق